وسلم تقدیم می نماید. سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام را، اینها آیات کتاب حکیم است. آیا مردم تعجب می کنند که ما به مردی از جنس خودشان وحی کردیم تا جهانیان را از بدی برحذر دارد و به اهل ایمان نیز بشارت دهد که آنها نزد پروردگارشان بلند مرتبه‌اند؟ با این وجود منکران حقیقت گفتند این مرد یک جادوگر واقعی است. بدانید که پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به فرمانروایی بر مخلوقات پرداخت. او تمام امور هستی را تدبیر می کند و بی اجازهش هیچ شفاعت کننده‌ای وجود ندارد. این چنین است الله پروردگار شما، پس فقط او را عبادت کنید. چرا از این حقایق پند نمیگیرید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست و این وعده الهی به حق است. اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس به سوی خود باز می گرداند تا به کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و بر اساس عدالت بوده پاداش دهد. بدانید آنها که حقایق را انکار کردند به خاطر دستاورد کفرآلودشان شرابی از آب جوشان و عذابی دردناک در انتظارشان است. اوست که خورشید را درخشان آفرید و ماه را فرو بخشید و مراحلی برایش تعیین کرد تا شما به واسطه آن شمار سالها و حساب کارها را بدانید. و خداوند همه اینها را جز به حق خلق نکرد. بدین سان آیات و نشانه ها را برای اهل دانش شرح می‌دهد. در این چرخه شب و روز و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می‌دارند. کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تکیه کردند و نیز کسانی که از آیات و نشانه‌های ما غافلند، بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است. و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و شایسته است، خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می‌کند. آن هم به بهشت‌های پرنعمتی که نهرها در زیر پایشان جاری است. دعواهم